انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان که خود را تشکلی عبارت از ائتلاف سازمانهای سیاسی مخالف حکومت معرفی میکرد، با پخش اظهارات گفت که فعالیت خود را قطع نمود. این سازمان قرار قطعی فعالیتش را روز 21 آگوست قبول کرده است. انجمن نیروهای سازنده که ماه اپریل سال 2015 در زمینه سازمانی در تاجیکستان ممنوع و غیر قانونی گروه 24 جوانان برای احیای تاجیکستان و چند گروه خرد دیگر تأسیس یافت، میگوید 60-70 عضو دارد که اکثریت در خارج تاجیکستان به سر میبرند. اظهارات از رهبری ریاست انجمنی روزنامه‌نگار داداجان عطاالله‌اف نام برده، ولی او را به گرفتن تصمیم‌های خودسرانه و بدون مشورت با اعضای ریاست متهم کرد. اینچنین گفته شد که او با حکومت تاجیکستان مذاکراتی پنهانی دارد. اظهارات در برابر کار ساختار همچنان به برنامه‌های انجمن در رادیوی اینترنتی زلا خاتمه گذاشت. شراف‌الدین گدایف، یکی از مؤسسان انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان، روز 22 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت اعتراف می‌کند که در دوام 2 سال اخیر انجمن نتوانست برنامه و هدف‌های خود را پیاده سازد. وی گفت متاسفانه ما در دوام 2 سال باید قید کنیم که به هیچ پیروزی‌های سیاسی نائل نگشتیم. پیروزی‌های ما هستند پیروزی‌های بسیار خرد هستند، ولی ما توانستیم در مدت 2 سال تا یک اندازه فضای سیاسی تاجیکستان را گرم نگاه بداریم. اما داداجان عطاالله‌اف، رهبری اکنون سابق انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان، میگوید اظهارات اعضای ریاست انجمن برایش ناگهانی بود و او از برگزاری جلسه اعضای ریاست خبر نداشت. عطاالله‌اف شام 22 آگوست در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت قرار قطع فعالیت انجمن را همکاران سابقش 2 روز بعد از آن پخش کردند که او در آخرین صحبتش در شبکه زلا درباره حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تند صحبت کرد. داداجان عطاالله‌اف در نوبت خود شراف‌الدین گدایف را در پشتیبانی از هینیت عیبدار می‌کند. او افزود: من بران هستم که در این ایام پروژه اسلامی، لایحه اسلامی همه را به چاه میکشد، زیرا نه منطقه، نه جهان و نه خود مردم تاجیکستان آنچنان ما دیدیم نهضت اسلامی تاجیکستان را قبول ندارند و من تصور میکنم که حضور نهضت اسلامی تاجیکستان در ائتلاف یا ائتلاف با نهضت اسلامی تاجیکستان این اصلا به سود مردم، به سود مخالفت، به سود کشور نیست. انجمن نیروهای سازنده که میگوید از جانب صاحبکاران و روزنامه‌نگاران و هم جوانان تحصیل کرده تأسیس یافته، اکثر طرفدارانشان در خارج از تاجیکستان مقیم شدند، اولین تشکل بود که ادعا کرد چند گروه سیاسی مخالف حکومت را در خارج به هم آورده است و به یک نیروی سیاسی تبدیل شده است. ولی برخی منقدان میگویند این تشکل نتوانست از خود به عنوان یک سازمان متحد و دارای برنامه و استراتژی مشخص درک دهد. مبارزه های سیاسی آنها گویا با بحث ها در شبکه اینترنت و یا برنامه های رادیویی در شبکه اینترنت محدود می شد. داداجان عطاالله‌اف گفت واقعا هم این سازمان نمی توانست تمامی کارهای خود را رسانه‌ای کند و بیشتر کارش از جمله ملاقات با دیپلمات ها و سیاستمداران و نمایندگان حکومت های مختلف پنهانی جریان گرفته است. ولی به گفته او سکوت به معنای بی‌عملی نیست و به زودی نتیجهش معلوم می شود. داداجان عطاالله‌اف در ادامه صحبت گفت که او را در پیشبرد مذاکرات پنهانی با نزدیکان پرزیدنت عیبدار می‌کنند و او قصد دارد که این تحولات را پنهان کند. عطاالله‌اف گفت شخصاً با نزدیکان پرزیدنت صحبت داشته است و در این مذاکرات مسئله بازگشتش به تاجیکستان مطرح است. آرزوی من مثل آرزوی هر یک شهروندی که وطنش رو دوست می‌دارد بازگشت به تاجیکستان است، اما نه تسلیم شدن به حکومت. اگر من روم و اگر مذاکرات ما به یگان چی انجام آید، حتما مردم تاجیکستان پیش از همه فعالان انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان، اعضای ما، طرفداران ما آگاه خواهند بود. اعضای ریاست انجمن نیروهای سازنده میگوید بعد قطع کار سازمان اکنون در فکر تغییر استراتژی شدند و نیت دارند سازمان را تشکیل کنند که تواند حکومت تاجیکستان را با راه اندازی اصلاحات وادار کند.